امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بهترینا رو براتون آرزومندم. دوستان عزیز، خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در کنار هم هستیم. یک مسیر پرقدرتی رو در کنار هم سپری بکنیم. دوستان حالتون چطور؟ خوب هستید؟ آره دیگه، صدای ما هم گرفته. یا ببخشید، اینجوری تحمل کنید فعلا. انشالله که مسیر درش یکی رو در کنار هم پیش میبریم. سلام سلام سلام. حالتون چطوره دوستان؟ خوب هستید؟ بزرگوار هستید، مرسی، متشکر. بازار این هفته رو چطور میبینید؟ به نظرتون بازار خوبی رو داریم یا نه؟ بازار چطوره؟ بزرگوار هستید، مرسی، متشکر. خب دوستان عزیز، ما کلا در جلسه قبلیمون که پرداختیم به موضوعهای جلسه شیشمون بود و به تبع پرداختیم به روندهای معاملاتی، توضیحات رو در رابطش دادم بهتون. نگرش بیشتر گرفتیم نسبت به صحبتهایی که داشتیم و این جلسه خیلی 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 مهمیه. میخوام در رابطه با در واقع اون رفتارشناسی قیمت و اون ساختارهایی که معمولا در مارکت ایجاد میشه تا ما اون حرکت های ریورسال، یعنی مثلا شما روند بازار رو میبینید سودیه، طبق این اسلاید توجه کنید، روند بازار رو میبینید سودیه، حالا چه اتفاقی میفته که مثلا روند بازار یهو نزولی میشه؟ اوکی، اینا رو بتونیم تشخیص بدیم. با اون ضعف و قدرت و رفتارشناسی قیمت خیلی اصولی آشنا میشیم در این جلسه و مسیر رو خیلی اصولی با هم پیش میبریم. جانم آقای زند عزیز، بفرمایید. خب به دوستان عزیز، اگر کسی سوالی در رابطه با جلسات قبلی داره میتونه اینجا الان اول جلسه هست از من بپرسه، من پاسخگو هستم و بعد میریم سراغ ادامه کارمون. یه مرور کلی روی جلسه قبلی براتون انجام میدم و بعد میریم سراغ جلسه شماره 7. خیر، تایم در واقع ساختار شما که ازش میخواید نگرش بگیرید ممکنه H1 باشه. یعنی اگر شما اسکلپ کار میکنید، بهترین تایم فریم ساختار تایم فریم H1 و H4 اگر اسکلپ میخواید ترید کنید. ولی اگر در واقع تایم فریمتون در واقع تایم فریم ورود به معاملتون، یعنی بیشتر سبک معاملاتیتون دی تریدر هست و توی H1 H4 معمولا ترید انجام میدید، تایم فریم ساختارتون معمولا میفته دیلی، یعنی در اون تایم فریم بیشتر نگرش میگیرید. خیر خیر، زیر تایم فریم ساختار سطوح استاتیکتون رو رسم نکنید. پول بک، نگاه کنید، پول بک جزئی از ضعف حساب میشه. یعنی ما ضعف رو توی چندین نمونه نگرش میبینیم. این جلسه هم دیگه اصولی باش آشنا میشید. در واقع بذارید این اتمام این جلسه جواب سوالتون آقای میرزای عزیز میگیرید. لوریج هم چشم، یه بار دیگه توضیح میدم، یه مرور کلی رو میرم براتون. آپدیت سطوح داینامیک هم توضیح میدم بهتون، چشم. سطوح استاتیکی که روند قیمت رو قطع میکنن فاقد اعتبارن. نگاه کنید، سطوح استاتیک رو باید به این نگرش بهش نگاه کنید. من اینو میبرم روی چارت که جواب سوال چند تا از دوستان رو کلا بدم روی چارت، هم آپدیت سطوح داینامیک و هم این موضوع. و حالا نگاه کنید دوستان، من در واقع میام سراغ چارت. اوکی، این چارتیه که در واقع من دارم به عنوان مثال میرم تایم فریم مانسلی. اوکی، میخوام فقط سطوح داینامیک رو رسم کنیم و آپدیت رو هم یاد بگیریم. اوکی، نگاه کنید، ما اینجا این قله رو به این قله بعدیش رسم میکنیم. فکر کنیم ادامه بازار وجود نداشته. نگاه کنید، این ادامه وجود نداشته، کاری به این نداریم، مثلا اینجا این وجود نداشته.
بازار میاد پایین میره بالا، میخوره به این سطح داینامیک، دوباره میاد پایین میره بالا. اینجا که نگاه کنید الان اومده رد کرده، پول بک زده، دوباره داره میره بالا. من اینو که دیگه رد کرد، این بک رو که زد اومد پایین، طی حالا 3 ماه 4 ماه میبینم داره بک میزنه و اومده پایین، این سطح داینامیک خودم رو ور میدارم آپدیت میکنم، روی این گزینه قرار میدم. اوکی. حالا در تایم فریم دیلی توجه کنید، میبینید مارکت اومده نسبت به سطح داینامیک من واکنش نشون داده. پس آپدیت رو جوری انجام میدید که بازار بیاد در واقع سطح داینامیک اصلیتون رو رد کنه، بعد بیاد پایین. یعنی اون سطح داینامیکتون که رد کرد یه قله دیگر رو ساخت، میتونید آپدیتش کنید روی اون قله. من دوباره رسمش میکنم، نگاه کنید به این صورت بوده. در واقع اون حالت اول ما این قله رو به اون قله وصل کرده بودیم، اومد رد کرد، یه مقدار اومد پایین، یه قله دیگه برای ما ساخت و این آپدیت سطوح داینامیک رو من به این صورت انجام دادم. حالا اینجا توی تایم فریم دیلی نگاه کنید، مارکت دقیقاً داره نسبت به سطح داینامیک من واکنش نشون میده، دقیقاً نسبت به سطح داینامیک من داره واکنش نشون میده و من اینجا هست که دیگه میتونم راحت اینو درک کنم که قدرت مانور مارکت حدوداً تا این ناحیه است و باید احتیاط کنم، عجله نکنم برای ترید. خب استاتیک هم دقیقاً به همین صورته، یعنی دقیقاً سطح استاتیکتون هم به همین صورت آپدیت میکنید. تصویر حالا به خاطر اینت من الان فول آنتنم هستم و تصویر حالا شاید به خاطر اینترنت یه مقدار عقبه، ولی الان من چیزی رو حالا انجام ندادم روی تصویر. ولی نکته که وجود داره اینه که ویدیو کاملا ذخیره میشه براتون، توی کانال تلگرام میذارم با کیفیت بالا و تمام عوامل میتونید ازش استفاده کنید. خطوط رو آپدیت میکنیم تا دوباره قدرت مانور بیاد دستمون. نگاه کنید ما زمانی میایم خطوطمون رو آپدیت میکنیم، نگاه کنید توجه کنید شما به این موضوع. ما توی مانسلی این سطح داینامیک رو اینجا داشتیم، درسته؟ اومد اینو رد کرد، آپدیت انجام نمیدیم. نگاه کن اومد اینو رد کرد، هنوز آپدیت انجام نمیدیم، هنوز آپدیت انجام نمیدیم. اینجا که روند نزولی شد، خب اینجا میایم آپدیت خودمون رو انجام میدیم، یعنی سطح داینامیک خودمون رو آپدیت میکنیم تا دوباره قدرت مانور مارکت بیاد دستمون. و توی تایم فریم دیلی من که این نوایی، نگاه کنید این نوایی با سطح استاپ معامله‌گرها وارد معامله خرید میشم، باید بدونم قدرت مانورم کجاست و اینجا بتونم تارگت خودم رو به خوبی قرار بدم و اینجا از معامله خارج بشم. پس حتما این نکته رو در معاملاتتون داشته باشید. نگاه کنید ما کل مسیر معاملاتمون، اگر بخوایم اسکلپ کار کنیم، اگر بخوایم دی تریدر باشیم، سوینگ، هر چیزی، باید 80%، نگاه کنید کل 80% مسیر رو از تایم فریم ساختار برید. کاری اصلا نداشته باشید به تایم فریم تریدتون. آقا کل دیدگاه رو برو از تایم فریم ساختار بگیر که اصلا بری توی خرید یا نری. اوکی. حالا که دیدگاه بای یا سل گرفتی، اون موقع بیا در تایم فریم های پایینتر نقطه ورود مناسب براش پیدا کن. مثلا یه نماد معاملاتی در تایم فریم ساختارش میبینی که خیلی برای خرید خوبه، جذاب برای خرید، حالا میری در تایم فریم ترید نقطه ورود مناسب رو برای خرید در واقع پیدا میکنی. چرا از قله های دیگه خط روند نکشیدم؟ مثلا تایم فریم مانسلی مو میگید، خب اینجا بوده دیگه، یعنی مارکت این ناحیه بوده، این قله رو به این قله وصل کردم، چون حالتش رو نگاه کنید، یک گام قوی، یک حالت در واقع اصلاح هامون داره کوچیک‌تر میشه. اینو بهتون این جلسه توضیح میدم و باید این ناحیه رو در نظر بگیریم برای ضعف. اوکی، که در واقع این سطح داینامیک رو رسم کنیم. اینو که نمیتونیم کلا کاری باش نداریم این قله، چون یک ترند نزولی قوی بوده. اوکی. و اینو نگاه کنید به دید گام و پول بک نگاه میکنیم بهش، گام پول بک گام. اوکی، به دید کلی میخوام این نگرش پرایس اکشن رو در ذهنتون ایجاد کنم و این خیلی مهمه که در واقع ما اینو گام پول بک گام حساب بکنیم. و حالا این قله به هم وصل میشه و بعد از شکست و تثبیت حالا با سایر عوامل دیگه در تایم فریم ترید میتونیم معاملات خودمون رو انجام بدیم. خیر، شکست رو در تایم فریم ترید باید ببینیمش. برای دی تریدر تایم فریم دیلی، تایم فریم ساختارتون باشه بهتره.
سطوح استاتیک هم دقیقاً طبق همین موضوع نگاه کنید. ما موضوعی که وجود داره اینه که اینجا یک سطح استاتیک داریم، خب، که مارکت اگر اومد نسبت به این، نگاه کنید ما کلا دو حالت داریم دیگه، دو حالت داریم، یا میاد سطح استاتیک ما رو میشکنه و تثبیت میکنه و به روند صعودیش ادامه میده، یا نسبت به این سطح استاتیک ضعیف میشه و نزولی میشه. درسته؟ غیر از این دو حالت نداریم، ولی سطح استاتیکمون 100% قابل اعتباره، 100% قابل اعتباره. اوکی، ما در این مسیر تنها کاری که انجام میدیم اینه که رفتارشناسی قیمت رو انجام میدیم که اگر میبینیم داره ضعیفتر میشه، نقدینگی در جهت خرید داره از بازار کم میشه، بیشتر نگرشمون میبریم برای معاملات فروش، اوکی، یعنی برای معاملات ریورسالش. اگر که میبینیم نقدینگی داره در جهت بازار اضاف میشه و بازار داره قدرت بالاتری به خودش میگیره، بیشتر نگرش میبریم برای خرید که بتونیم با شکست و تثبیتش وارد معامله خرید بشیم تا سطح استاتیک روبروش بگیریمش. اوکی، این موضوعیه که حتما باید داشته باشید. حالا این جلسه با رفتارشناسی قیمت کامل آشنا میشید. خب نیا کنید آقای ایروانی عزیز، سوالها، چون من معمولا اسکرینم کلا میاد روی چارت، سوالها رو نمایش داده نمیشه. حالا باید من برگردم ببرم اسکرین رو روی صفحه مثلا که در واقع سوالاتون هم ایجاد بشه، ولی اونجایی که ببرم روی صفحه در واقع خود وبینارانه دیگه نمیتونم روی چارت چیزی رو بکشم. خب انشالله بررسی نمادهای معاملاتی آقای فرانی عزیز آخر جلسه کامل براتون انجام میدم، یعنی این نمادهای معاملاتی که اگر بخواید بررسی کنم تماما براتون انجامش میدم. تارگت رو در تایم فریم تریدمون مشخص میکنیم. خب بریم سراغ اسلاید هامون. من یه مرور کلی رو در رابطه با جلسه 6 انجام بدم، بعدش بریم سراغ جلسه 7. خب نگاه کنین دوستان عزیز، موضوعی که وجود داره، آقای کتابادی عزیزم شما در رابطه با تثبیت گفته بودید، تثبیت در جلسات آینده یعنی جلسه 8تون با یک سری استراتژی آشنا میشید که همونجا هم تثبیتش رو یاد میگیرید. جلسه 12 هم یک سری استراتژی داریم، جلسه 13 هم یک سری استراتژی که هر جلسه که میپردازیم به اون استراتژی ها تثبیتش رو کامل براتون توضیح میدم. معاملات در جهت روند دیگه، پولبک نوعی از معاملات در جهت روند دیگه. با متا تریدر خیر من کار نمی کنم، بیشتر توجهم اینه که بریم روی تریدینگ ویو تا شما عادت بکنید. تریدینگ ویو خیلی بهتره. خب دوستان عزیز، نگاه کنید جلسه قبلی با بحث روندهای معاملاتی آشنا شدیم. روند سعودی، نزولی، خنثی که گفتیم سعودی از حرکت‌های پرقدرت سعودی و حرکت‌های ضعیف نزولی تشکیل شده، روند نزولی از حرکت‌های پرقدرت نزولی و حرکت‌های ضعیف سعودی تشکیل شده. روند خنثی هم یک حالت خنثی رو داره، بالا و پایین میشه. اوکی، و در ادامه رفتیم پرداختیم به گام و پول بک. اوکی، گفتیم یکی از بهترین استراتژیایی که موجوده، یعنی ساده ترین استراتژی، بهترین استراتژی، ساختاری که نگرش خوبی رو در رابطه با بازار به ما ارائه میده، یکی از ساختارهای مهمش گام و پول بکه. یعنی گام ایجاد نقدینگی، بالا رفتن نقدینگی، بودن پول در بازار رو داره به ما نشون میده. فکر کنم دوستان تصویر براتون قطع شد، درسته؟ تصویر رو دارید؟ صدا تصویر رو؟ خب اوکی، گفتیم که گام بودن نقدینگی و در واقع حرکت پرقدرت بازار، حضور بزرگای بازار داره به ما نشون میده و یک پولبک که شکل میگیره، یک ضعف که خلاف اون گام ما شکل میگیره که حالا نزولی میتونه باشه یا صعودی، در واقع اون حرکت خردهای بازار، حرکت ضعف بازار. اوکی، حالا پولبک نوعی از ضعفه. ما وقتی ضعف رو میبینیم دیتا میگیریم که سریعا بریم شناساییش کنیم که در جهت یه قدرت هم قدم بشیم. اوکی،
در ادامه در واقع با چند تا از اسلاید ها آشنا شدیم و گفتیم که چرخه بازار خوبه و بد. با چرخه خوب بازار گفتیم که ما کاری نداریم، میذاریم چرخه بد بازار ایجاد بشه، خردهای بازار بیان توی بازار. حالا با دیدن اون چرخه بد که یه نمونهش استال ها بودن، میتونیم به راحتی در واقع با دیدن استال ها همقدم بشیم با یک حرکت پرقدرت دیگه که ایجاد میشه. پس نکته مهم کار اینه که من و شما اون چرخه بد بازار رو ببینیم، نریم سراغ چرخه خوبش. اوکی، نریم سراغ چرخه خوبش. با انواع ترند آشنا شدیم، کانال، وج، رنج. گفتیم که کانال ها موضوعی که درونش وجود داره اینه که یا حرکت های ضعیفی درونشون انجام میشه. حالا این خط روند بالایی اشتباه رسم شده، باید از این قله به قله بعدش رسم شده. گفتیم که دو نمونه کانال داریم، یه دونه در کانال ها حرکت های پرقدرت صعودی یا نزولی انجام میشه که باشون میتونیم معامله انجام بدیم، که به این حالت ها معمولا میگیم سایدوی هم ایجاد شده. اوکی، به این حالت ها میگیم مارکت دارای سایدویه، مارکت داره قدرت، مارکت نقدینگی درونش وجود داره و فرصت های خوب معاملاتی رو بهمون ارائه میده. یه نمونه از کانال هامون حرکت های ضعیفی بود که انجام میشد و بالا و پایین میشد توی کانال. اوکی، اینجا کاری نداریم به بازار و میذاریم بازار از اون حالت کانال بیاد بیرون و بعد که سایدوی رو ایجاد کرد سریع بریم توی معامله، یا با شکست و تثبیت کانالمون بریم توی معامله. اوکی، که جلسه 12 استراتژی کانال قیمت رو کامل داریم. بحث رنج رو داشتیم، سایدوی چاپی. گفتیم چاپی اگر اتفاق افتاد کنن اصلا با بازار کاری ما نداریم. اوکی، باید بذاریم بازار از حالت چاپی بیاد بیرون و بعد هست که بازار رو بررسی میکنیم و فرصت های معاملاتی که بهمون ارائه داد معاملهش میکنیم. حالت سایدوی بازار دارای روند رو به ما نشون میداد. نگاه کنید، دارای روند، نه اینکه آقا مثلا بازار فقط صعودی یا نزولی، یا بازار بهتره بگیم دارای نقدینگی، دارای حرکت پرقدرت، در مقابلش ضعف ایجاد شده. ولی وقتی چاپی رو میبینید کلا مارکت دارای ضعف. اوکی، سایدوی حرکت های پرقدرتی است که در مقابلش هم ضعف ایجاد شده و حالا با دیدن این سایدوی ها است که ما میتونیم معاملاتمون رو در این حالت بازار انجام بدیم با دیدن ضعف ها و به راحتی میتونیم معاملات خودمون رو انجام بدیم. پس یک نکته‌ای که وجود داره اینه که توجه کنید تماما به حالت‌های ضعیفی که در بازار شکل گرفته. این جلسه میخوام بپردازم به شناسایی قدرت و ضعف در روند. جلسه به شدت تاثیرگذاریه. نگاه کنید، ما کل مسیر این جلسه‌مون توی ضریب چلگی خلاصه میشه. یعنی ما زاویه گام های قیمت، مسافت و عمق هم یاد میگیریم که حالا مسافت و عمق هم نکات مهم کاربردی خودشو داره، ولی تماما میان در ضریب چلگی خلاصه میشن. ضریب چلگی، زاویه گام های قیمت، دپس پروژکشن، مسافت و عمق، عواملیه که توی بخش اول حالا به تبع معمولا شما یاد میگیرید. حالا بخش دوممون هم قوانین اصول رونده که با این قوانین اصولی آشنا میشید که زمانی که من تثبیت رو توضیح دادم اون مسائل تثبیت رو به راحتی درکش کنید. اوکی، یعنی قوانین اصول روند بحث تثبیت رو میاره وسط و شما با نگرش که از قوانین اصول روند میگیرید، بعد که من استراتژی رو گفتم، تثبیت استراتژی رو هم گفتم، اونا رو بهتر درک میکنید. خب بریم که این جلسه رو پرقدرت در کنار هم پیش ببریم. دوستان عزیز نگاه کنید، شناسایی قدرت و ضعف در روند، بحث ضریب چلگی. من اینجا یه توضیح روی اسلایدها بهتون میدم، بعد میرم سراغ چارت و خیلی با چارت دیگه کار داریم. در روند صعودی داریم، در روند نزولی هم داریم. برای من و شما از افزایش قدرت و کاهش قدرت که الان اسلایدی که روبروتونه، به نظرتون کدومش برای ما اهمیت داره؟ آیا افزایش قدرت برای ما اهمیت داره یا کاهش قدرته؟ بیشتر نگاه کنید، بیشتر کدومش برای ما اهمیت داره؟ کاهش قدرت، افزایش قدرت، کدوم؟ کاهش قدرت، چون سر پیچه. کاهش. خیلی عالی، خیلی عالی. بله، دقیقا برای ما کاهش قدرت اهمیت بیشتری داره. اوکی، و در واقع نگاه کنید،
ما کلا در روند صعودی یه دونه کاهش قدرت داریم، یه دونه افزایش قدرت داریم. شما یه سطح استاتیکی رو در نظر بگیرید. من اینو ببرم روی چارت که هم روند نزولیش هم دیگه روی چارت بهتون کامل توضیح بدم. فکر کنم بریم روی چارت خیلی بهتر باشه. خب بریم سراغ چارتمون. یه نکته خیلی مهم وجود داره. نگاه کنید. من اینو بیارم روی تخته سفیده کامل براتون بکشم. ما اینجا یک سطح استاتیک مهم رو داریم. به تک تک نکاتی که میگم توجه کنید. اوکی؟ به تک تک نکاتی که میگم توجه کنید. ما اینجا یه سطح استاتیک مهم رو داریم. یه سطح استاتیک مهمم در این ناحیه ایجاد شده. اوکی؟ یه سطح استاتیک مهمم این بالا داریم. حالا بازار از این سطح استاتیک شروع میکنه میره میخواد خودش رو برسونه به سطح استاتیک روبروش. اوکی؟ اینجا دوستان چه عاملی در بازار ایجاد شده؟ کاهش قدرت رو داریم، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی بازار یه ضریب چولگی رو در خودش نسبت به سطح استاتیکش ایجاد کرد. خب ما کلا توی بحث ضریب چولگی که از نظر من یک استراتژی بی‌نظیره برای معاملات ریورسال، بی‌نظیره این استراتژی ضریب چولگی و الان حالا بیشتر باهاش آشنا میشیم جلوتر. اینو میخوام بهت بگم که یه دونه فیک داریم که معمولا خیلی از معامله‌گرا رو گول میزنه. خب یه دونه ضریب چولگی اصلی داریم که معمولا دیگه باش میتونیم به خوبی همقدم بشیم. یه سوال ازتون دارم، میخوام ببینم که آقا ضریب چولگی فیک به نظرتون کجاها اتفاق میفته؟ الان من یه توضیح کوچیکی اینجا دادم، گفتم که اینجا مارکت حرکت خودش از این سطح استاتیک شروع میکنه، خودش رو که میرسونه به سطح استاتیک روبروش. نگاه کنید داره نزدیک میکنه خودش رو نسبت به این سطح استاتیک روبروش، ضعیفتر میشه. یعنی به این صورت نمیره بالا. توجه کنید، میبینید به این صورت پرقدرت نمیره بالا، ضعیف میشه و یه ضریب چولگی رو در خودش ایجاد میکنه. نقدینگی داره از بازار کم میشه ولی نسبت به سطح استاتیک روبروش. حالا ضریب چولگی فیک به نظرتون کجا اتفاق میفته؟ بعد از سطوح استاتیک میانه دو سطح تایم ساختار، بعد زدن حد ضررها، جایی که سطح استاتیک رد میکنه نزدیک ستون مهم، یعنی نرسیده به سطح استاتیک بعدی. خب دقیقاً بعضی از جوابا کاملا درست بود. نگاه کنید ضریب چولگی فیک، من اینو پای میکنم دوباره رسم کنم، اینجا یه سطح استاتیک مهم، اینجا هم یه سطح استاتیک مهم. ضریب چولگی فیک، نگاه کنید بازار اومده پایین اصلاح کرده، اومده پایین اصلاح کرده، اومده پایین. این اصلاح ها رو میبینید، قله این اصلاح ها، الان یه توضیح هم در مورد سطوح روانی دارم میدم، یعنی دیتا بگیرید از صحبت های من. قله این اصلاح ها میشن سطوح های روانی. خب که معمولا سطوح های روانی برای چی استفاده میشن؟ برای یک بخوایم تی پی بذاریم، دو بخوایم سیو سود انجام بدیم، سه بخوایم استراتژی چنج آف پولاریتی رو انجام بدیم روی چارتمون که جلسه 8 به اون استراتژی سطوح تغییر فاز آشنا میشید. ولی یه نکته وجود داره، من در واقع وقتی اینجا دارم سطوح‌های روانی رو میبینم، یعنی بازار اینجوری اومده پایین اصلاح کرده اومده پایین، این قله این اصلاح میشه سطح روانی، اومده پایین دوباره رفته بالا اصلاح کرده اومده پایین، این قله سطح روانیمون میشه چی؟ میشه در واقع این قله بخشید این قله پولبکیمون میشه یک سطح روانی. برای اینکه در واقع میبینم بازار اینجا که حرکت سودی خودش رو انجام داد، اینجا که ضریب چولگی درونش اتفاق افتاد، من باید وارد معامله فروش بشم به نظرتون؟ خب خیر خیر خیر، دقیقاً. یا کنید من این ناحیه وارد معامله فروش نمیشم، یعنی نگرش نمیگیرم که وارد معامله فروش بشم. خیلی از معامله‌گرهایی که اسکلپ کار میکنن همینجا درگیر معاملات فروش میشن. چرا؟ چون میبینن آقا ضعف توی بازار ایجاد شده، ضعف توی بازار ایجاد شده، ضریب چولگی ایجاد شده و اینجا باید وارد معامله فروشش بشیم، مارکت پرقدرت میرسه. نه اصلا اینجوری نیست. اتفاقا میاد مارکت چیکار میکنه؟ نقطه ورود شما رو هم فعال میکنه. اوکی،
یه مقدارم ریزش انجام میده، یه مقدارم شما رو میبره توی سود، ولی بعد برمیگرده میاد استاپ شما و حد ضرر شما رو این ناحیه میزنه و پرقدرت حرکت سودی خودش انجام میده نسبت به سطح استاتیک روبروش. اوکی، فقط اینو میخوام بهت بگم که ما دو تا سطح استاتیک داریم به عنوان مثال. اوکی، مارکت از این سطح استاتیک حرکت خودش انجام داد و نسبت به سطح استاتیک خودش روبروی ضعیف شد، نقدینگی در جهت بازار کم شد، نگرش میگیریم که بتونیم وارد معامله در واقع ریورسالش بشیم. اوکی، نگرش میگیریم که بتونیم وارد معامله ریورسالش بشیم. این نکته خیلی مهمیه که وجود داره. خب دوستان عزیز، من مانیتور دومو وصل کنم که سوالاتتون رو ببینم در واقع و ادامه مطالب رو با هم پیش ببریم. خیلی مطلب داریم در ادامه، نکات خیلی زیادی رو در ادامه میخوام بهتون توضیح بدم. بله دوباره من توضیح میدم مطالب رو، کاملا براتون ریویو میکنم. خیلی مطلب داریم در ادامه، اصلا نگران نباشید، تمامی مطالب رو براتون ریویو میکنم. حالا میخوام برم روی چارت توضیح بدم، بیشتر این مسائل رو متوجه میشید. خب بریم سراغ در واقع ادامه مطالبمون و نکته خیلی مهمی که وجود داره. من میرم سراغ نماد برنت، نماد چی؟ در واقع نفت. و اینجا من یه سطح استاتیک دارم، درسته، در تایم فریم مانسلی. اوکیه، این سطح استاتیک رو میبینید در تایم فریم مانسلی یک سطح استاتیک دارم. خب بازار الان مگه روی سطح استاتیک من نیست؟ وظیفه من چیه؟ وظیفه من اینه که برم در تایم فریم های پایین تر ببینم که آیا ضعف در بازار ایجاد شده یا نه. اوکی، آیا ضریب چالگی دارم یا نه. وقتی من میرم توی تایم فریم H4 اینجا چی رو دارم میبینم؟ توجه کنید دوستان، میبینید نماد برنت رو؟ نماد برنت الان نسبت به سطح استاتیک تایم فریم مانسلی خودش یک ضریب درون حرکت روند رو ایجاد کرده. اوکی، یا کنید ضعیفتر شده. توجه کنید به اون حرکتی که نماد برنت انجام داده، میبینید یک ضریب چولگی رو در خودش ایجاد کرده و باید منتظر باشید که اینجا یه مقدار بیاد پایین بره بالا و این حالت خنثی رو که گرفت اون موقع برای معامله فروشش اقدام کنید. اون موقع با سطح استاپ معامله‌گرهای مخالف میتونیم برای معامله فروشش اقدام کنیم. یه نکته رو الان میخوام بهتون بگم یادداشت کنید. نگاه کنید، ضریب چالگی وقتی میاد نسبت به سطح استاتیک این ناحیه بود در واقع. اوکی، نسبت به سطح استاتیک، بذارید من توی مانسلی رسمش کنم. توجه کنید در تایم فریم 4 مارکت وقتی در واقع داره حرکت صعودی خودش رو انجام میده، قشنگ داریم ضعف رو در بازار میبینیم، درسته؟ داریم این حالت، نگاه کنید، حالت ضریب چالگی رو داریم میبینیم، حالت ضعف و ضریب چالگی رو داریم میبینیم. اوکی، وقتی اینو داری میبینی تو باید اون بازار دارای روند بود که گفتیم روند صعودی داریم، روند نزولی داریم، روند خنثی، تو باید اون روند خنثی رو اینجا دیگه ببینی. یا کن بازار باید در یک ناحیه بالا و پایین میشه، روند خنثی کاری نداشته باشه حالا قوی داره بالا پایین میشه یا ضعیف. یعنی این ناحیه اگر ضریب چالگی ایجاد بشه بازار معمولا به این صورت ضعیف بالا پایین میشه. اوکی، سه تا دره که بهت ارائه داد، یه بار یه دره، و اینا رو پاک کنم نگاه کنید، یه دره، دو دره، اومد پایین، یه مقدار دیگه رفت بالا، سومین دره که داد، با سطح استاپ معامله‌گرها ما میتونیم برای معامله فروش زیر نظرش داشته باشیم. ولی تو توی ضریب چالگی باید در واقع این حالت خنثی رو ببینی که الان تازه نماد برنت داره اون حالت خنثی رو برای خودش ایجاد میکنه که بتونیم برای معامله فروش زیر نظرش داشته باشیم و وارد معامله ریورسالش بشیم. اوکی، این نکته‌ای که وجود داره. حالا ممکنه سوال پیش بیاد، ضریب چالگی فیک چیه؟ ضریب چالگی فیک اینجاست، نگاه کنید.
میبینید بازار چه ضریبه، آقا ما اصلا در نظر بگیریم بازار این ناحیه است، یعنی این ادامه رو نداره. اوکی، یا کنید چه ضریب چالگی رو داده. دقیقا این ضریب چالگی فیکه. چقدر بازار قدرتش کم شده، چقدر معامله‌گرا رو درگیر معاملات فروش کرده تو این نوایی. و این دقیقا نقطه عطف کار ماست که الان ما میدونیم این نسبت به سطح استاتیک تایم فریم ساختارمون ایجاد نشده و نباید برای معامله فروش در واقع زیر نظرش داشته باشیم. اوکی، بیشتر نگرش ما باید برای معامله خریدش باشه. اوکی، که بتونیم اتفاقا با سطح استاپ ها این ضریب چالگی رو درک کرده باشیم که فیکه، چون نسبت به سطح استاتیک مهم نیست و بیشتر نگرش داشته باشیم برای معامله خرید. اوکی، که بتونیم وارد معامله خریدش بشیم. این نمونه ضریب چالگی فیکه. و نکته خیلی مهمی که وجود داره، باید ضریب چالگی رو نسبت به سطوح‌های استاتیک تایم فریم حالا دیلی شما باشه به طب خیلی بهتر. تایم فریم دیلی، تایم فریم ویکلی، تایم فریم های ساختارتون رو معمولا در نظر بگیرید. و مثلا من توی نماد حالا برند که می‌بینیم تایم فریم ویکلی رو که مثلا من بیارم، بذارید من تایم فریم ویکلیشو بیارم، یه دیتا مثلا توی تایم فریم ساختار با هم بگیریم. نگاه کنید، می‌بینید اینجا که تایم فریم ویکلی رو میارم، بازار این ناحیه است، دقیقاً این ناحیه است و اینجا ما این ضریب چالگی رو داریم نسبت به این سطح مهم می‌بینیم. اوکی، دقیقاً داریم این ضریب چالگی رو نسبت به این سطح مهم می‌بینیم. یکی از بچهای در واقع پلن‌های آکادمیکی کنه، حالا پلن شماره 1 بچه‌هایی که اومده بودن، من اونجا براشون اتفاقا توضیح دادم. و ما کلا 2 تا دفتر داریم توی شیراز و دفتر شماره 1مون که حالا من خودم توی دفتر شماره 2 هستم. دفتر شماره 1 10-15 نفر از بچه‌های یه اتاق ترید حضوریمون هستن که خودم حالا خیلی قدیم باشون کار کردم و کار می‌کردیم و اینا و روی حسابای خودم کار می‌کنم. یکی از بچه‌ها نفت رو در این ناحیه خریدش رو هنوز داره، از $25 هنوز خرید نفت رو داره و در واقع نگه داشته و این نوای دیگه فکر کنم دیگه از معاملش خارج بشه. حالا باید برم بهشون سر بزنم ببینم اوضاعشون چجوریه، ولی نفت رو هنوز از $25 داره و نگه داشت و یک ترید بی‌نظیر بود. حالا اگرم شد استیتمنتشو میگیرم و براتونم میذارم اتفاقا که ببینید چقدر جذاب بود این معامله و یک دید ریورسال در این ناحیه داشت دقیقاً که در واقع مارکت رو گرفت و حرکت سودیش رو دیگه بازار کاملا انجام داد. یه سوینگ فوق‌العاده بود، یعنی یه تریدی که سوینگش معمولا خیلی توی ایران فکر کنم کم اتفاق میفته کسی که بخواد اینجوری ترید انجام بده، ولی بچهای در واقع اتاق ترید انجام داده بودن و فوق‌العاده بود این معامله. و نکته‌ای که وجود داره اینه که من کلا اینو میخوام بهتون بگم که شما سعی بکنید سطوح‌های مهم در تایم فریم ساختار رو به این دلیل بود که من میگفتم رسم کنید، حالا بیا در تایم فریم پایینتر رفتارشناسی رو انجام بده. من برم سراغ یه نماد دیگه. مثلا چه نمادی رو بیاریم؟ نماد، حالا نمادایی هم که حالا خودتون مد نظرتون رو بگید من بیارم، من برام فرقی نمیکنه، هر نمادی که در واقع وجود داشته باشه. USD به ین رو مثلا بیاریم. خب USD به ین رو پیدا کنیم. خب بریم سراغ نماد USD به ین. نکته‌ای که وجود داره اینه که نگاه کنید در تایم فریم ویکلی مارکت این ناحیه سطح استاتیک مهمه. این ناحیه میبینید که بازار اومده پایین، یه قله رو ایجاد کرده، یه قله دیگر در همون سطح دقیقا ایجاد کرده، پس این نوای مهم بوده. اوکی، میشه یه سطح استاتیک دیگه که بازار دقیقا روی این سطح استاتیک مونه. درسته؟ حالا من میرم توی تایم فریم HR. خب یه نکته خیلی مهم وجود داره. وقتی من وارد تایم فریم HR میشم، باید ضریب چالگی رو ببینم که بتونم برای معاملات ریورسال اقدام بکنم. اینجا یه نکته توی صحبت‌های قبلی من وجود داشت، اگر کسی دریافت کرده اون نکته رو اینجا به من بگه. من اگر خودم بودم به شخص وارد معامله فروش در این نوایی نمی‌شدم توی نماد USD بگه. چرا؟ دلیلش رو کسی میتونه بهم بگه؟ 3 دره که اوکی، دقیقا رسیدید به همون نقطه اصلیه. نه یه جمله رو میخوام ازتون بشنوم. حالت چی رو نداره؟ خنثی. نگاه کنید،
حالت خنثی رو نداره. بازار باید حالت خنثی رو بگیره. اوکی، یعنی بازار در ضریب چولگیش اینجا که میاد بالا میاد پایین میره بالا، اینجا باید که اومد پایین یه دره رو برای ما بسازه. اوکی، یه مقدار اون حالت خنثی رو در این ناحیه ایجاد کنه که بتونیم برای معامله فروشش اقدام کنیم. ولی نگاه کنید، زمانی که حالت خنثی رو نداره، مارکت اومده بالا اومده پایین، رفته بالا، اصلاح نگاه کنید میبینید رفته بالا اومده پایین. خب اینجا دیگه رفته توی حالت خنثی، یعنی داره وارد اون حالت خنثی میشه که یه مقدار بره بالا بیاد پایین، سه تا دره رو به راحتی برای ما ایجاد کرده. خب من حالا نمیخوام ذهنیتتون رو ببرم سمت اینکه حتما سه تا دره ایجاد بشه، من میخوام این حالت خنثی رو درونش ببینید. نگاه کنید بازار به این صورت وقتی در یک ناحیه بالا و پایین بشه، میگیم یک حالت خنثی رو به دست آورده. اوکی، و در ضریب چولگی هم دقیقاً همین جوریه. اگر نماد یو اس دی به ین اومد بالا تا این نوایی، اوکی نگاه کنید اومد بالا تا این نوایی و بعد یک ترند نزولی رو ساخت، میشه برای معامله فروش با این سطح استاپ ها زیر نظرش داشته باشیم. اوکی، میشه برای معامله فروش زیر نظرش داشته باشیم با این سطح استاپ معامله‌گرهای مخالف. ولی اصل قضیه این ضریب چولگی است که میخوام باهاش آشنا میشید. پس به این حالت خنثی تماما باید توجه کنید. بریم سراغ یه نماد معاملاتی دیگه، مثلا پوند به دلار استرالیا. خب بریم مثلا تایم فریم های بالاترش رو ببینیم. خب این که اصلا نسبت به سطح استاتیک مهمی نیست. بریم یه نماد معاملاتی دیگر رو بیاریم. یورو به ین هم نسبت به سطح استاتیک مهمی نیست. خب نماد یورو به کد، نگاه بکنید دوستان، ما اینجا یک سطح استاتیک مهم رو داریم در این ناحیه. اوکی، و دقیقاً توجه کنید تایم فریم H4 رو، مارکت الان چه اتفاقی براش افتاده؟ الان چه اتفاقی براش افتاده؟ حالت خنثی رو به دست آورده، درسته؟ یعنی داره اون حالت، آره دقیقاً رنج شده، خنثی شده. دقیقاً اینجا هست که ما باید چیکار بکنیم؟ وقتی نسبت به سطح استاتیک مهم در تایم فریم ویکلی داری مارکت رو میبینی که اومده پایین، ضعیف هم اومده پایین، قوی با حرکت های پرقدرت، این حرکت نزولی نگاه کنید شما توجه کنید، با هم مقایسه میخوایم کنیم، مثلا با هم میخوایم این حرکت نزولی رو مقایسه کنیم. توجه کنید اینجا چه با دو تا کندل پرقدرت اومده پایین، پرقدرت اومده پایین، میبینید حرکت های نزولیش قوی بوده، ولی این ناحیه رو توجه کنید چجوری اومده پایین، خیلی ضعیف، با کندل های تو در هم و فشار فروشی ضعیف، مارکت خودش رو رسون به سطح استاتیک روبروش. این چه نگرشی رو به من ارائه میده؟ نقدینگی در جهت فروش دیگه در این ناحیه از بازار خارج شده و من باید بذارم مارکت وارد یک حالت ضریب چولگی بشه، خنثی بشه، که با این سطح استاپ معامله‌گرهای مخالف دیگه زیر نظرش داشته باشم که اومد فعال کرد، برم برای معامله خریدش، برم برای معامله ریورسالش. اوکی، که بتونم معامله ریورسالش رو بگیرم. پس نکته ضریب چولگی اینجاست، بحث خنثی بودنشه. یکی از بهترین استراتژی ریورسال در واقع موجوده که شما به راحتی میتونید باهاش معاملات ریورسال خودتون رو انجام بدید. حالا من برم در واقع توی جلسه 12 و 13 برای اونایی که اسکلپ کار میکنن کامل توضیح میدم، یعنی بحث استراتژی رو هم برای اسکلپ هم برای دی ترید، نکاتش و ضریب چولگی و که حالا توی بحث استراتژیامون هم یکی از ساختارامونه که داریم و باید با در واقع استراتژی بی آر تی ترکیب بشه که شما بتونید وارد معامله بشید. ولی نکته مهم کار اینجا بود که بدونیم اینو که ما میتونیم با ضریب چولگی وارد معامله ریورسال بشیم و این ضریب چولگی باید نسبت به سطح استاتیک مهم باشه و نکته آخرش خنثی بشه که من بتونم با دیدن این خنثی بودن ضریب چولگی یک حرکت ریورسال رو ازش بگیرم. خب بریم سراغ نماد طلا. نماد بازیگوش بازار فارکس. خب بریم سراغ نماد طلا که ترند نزولی خودش رو بالاخره ایجاد کرد در تایم فریم H4 و در واقع نگاه کنید، من توی تایم فریم دیلی میخوام اینو بهتون بگم. مارکت اومد چیکار کرد؟ سطح داینامیک خودش رو شکوند. خب سطح داینامیک خودش رو شکوند، رفت بالا، اومد پایین، دوباره رفت بالا.
توی تایم فریم H4 توجه کنید. حالا من بذارید سطح استاتیکا رو مشخص بکنم که قشنگ بریم حالا بحث ضریب چالگی رو ایجاد بکنیم برای هم. این سطح استاتیک نماد طلا، درسته؟ خب این سطح استاتیک نماد طلاست. حالا یه نکته وجود داره اونم اینه که من چیکار میکنم؟ نگاه کنید این یه دونه کندل دیلی رو میبینید، این یه دونه کندلی که شادو داره روز جمعه اتفاق افتاد، درسته؟ خب مارکتی که دیگه رفته برای هفته آینده، من باید به نظرتون سطح داینامیکم رو چیکار کنم؟ خیر، سه تا بودنش اجباری نیست. آها، آپدیت دقیقاً این خود قضیه است، باید آپدیتش کنم. اوکی، آپدیتش هم به چه دلیلی انجام میدم؟ آپدیتش هم به این دلیل انجام میدم که مارکت شادو ساخت در تایم فریم H4، یک حرکت نزولی قوی رو انجام داد. اوکی، من آپدیت رو به این دلیل انجام میدم. اوکی، و در تایم فریم D چون دیگه رفتم برای هفته آینده، این آپدیت رو انجام میدم. خب زمانی که آپدیت انجام شده و بازار در تایم فریم H4 که میام تایم فریم H1 که رفتارشناسی قیمت رو به خوبی بتونم انجام بدم، نگاه کنید اینجا میبینم بازار یک حرکت نزولی قوی رو انجام داد، در مقابل این حرکت نزولی قوی ما چجوری رفت بالا؟ خیلی ضعیف، درسته؟ ما توی ساختارهای پرایس اکشن یه ساختاری رو داریم، این ضریب چالگی نیست، این یه ساختار دیگه ای از پرایس اکشنه. من بهتون گفتم بذارید دورتون تموم بشه با تمام ساختارها که آشنا بشید، در هر شرایطی میتونید بهترین معاملات رو داشته باشید. ما دقیقا اینجا هم این ساختار رو داریم، اونم اینه که زمانی که من یک حرکت پرقدرت رو دارم، در مقابلش یک حرکت ضعیف میاد 100% این حرکت پرقدرت منو پر میکنه، میتونم همقدم بشم با یه حرکت پرقدرت دیگه در جهت نزول. اوکی، مثل همین. اینو من اگر توجه کنید من توی پیج اینستاگرام هم توضیح داده بودم. اوکی، ولی حالا نکات خیلی زیادی داره که در واقع شما توی جلسه 13 جلسه 12 بیشتر با این ساختارهای BRT، ساختارهای کانال قیمت آشنا میشید. اوکی، پس بحث اصلی من چی بود؟ این بود که این ضریب چالگی نیستا، بحث اصلی من آپدیت سوتو داینامیکمون بود و دیدن این موضوع. نگاه کن یه حرکت قوی پرقدرت، در مقابلش این چه اتفاقی براش افتاده؟ اصلا خیلی واضحه، یک قدرت، یک ضعف، و دیدن ضعف برای ما اهمیت داره. اوکی، و ضعف نسبت به چه سطحی انجام شده؟ سطح داینامیک من. توی ساختارهای پرایس اکشن هم چی وجود داره؟ این وجود داره و اینو یاد گرفتم که زمانی که یک حرکت قوی رو میبینم در مقابلش یه حرکت ضعیف میاد اونو پر میکنه، من میتونم همقدم بشم با یک حرکت ضعیف، حرکت پرقدرت نزولی دیگه. اوکی، که دقیقا این اتفاق براش افتاد و دیگه تارگت شما هم در این ناحیه فعال کرده. این نکته مهمی بود که در واقع وجود داشت و تماما به این نکات توجه بکنید. حالا ضریب چالگی نداشت در واقع، ولی نکته خیلی مهم بود که بهش پرداختیم. پس حتما اولویت روی آپدیت های سطوحتون در تایم فریم ساختار بذارید و ساختارهای بازار رو که پرایس اکشن هست رو در تایم فریم تریدتون نسبت به سطوحهای مهم حتما باید ببینید. واکنش های بازار رو حتما باید مشاهده کنید. خب ضریب چالگی فقط نسبت به سطوح‌های استاتیک سنجیده میشن، واسه سطح داینامیک هم ضریب چالگی داریم. بله، نگاه کنید ضریب چالگی هم برای سطح داینامیک هم برای سطح استاتیک، ولی استاتیک ها تا جایی که من باش کار کردم اعتبار خیلی بالاتری دارم برای ضریب چالگی. استاتیک ها تا جایی که من باشون کار کردم اعتبار خیلی 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 بالایی رو دارم برای ضریب چالگی. نگاه بکنید اینی که من میگم ضعیف، منظورم ارتفاع کندل و اینا نیست، حرکت بازاره. یعنی شما توجه بکنید وقتی مثلا من میگم مارکت داره ضعیف میشه، من اینجا نگاه کنید مثلا یه سطح استاتیکی رو دارم، خب میگم مارکت داره ضعیف میشه، در واقع نظرم این نیست که مثلا کندل هامون کوچیک‌تر میشن، نه، حرکت مارکت ضعیف داره میشه. اوکی، نگاه کنید بازار یه گام داشته، توجه کنید به این موضوع. الان میخوام برم توی بحث دپس پروژکشن ها، یعنی میخوام ادامه مطالب و مطالب دپس پروژکشنه.
نگاه کنید یه گامی رو اینجا داشته، خب یک پول بک رو ایجاد کرد. طبق میجر موو بحث ما چی بود؟ این بود که در واقع مارکت بیاد یک گام دیگه اندازه گام قبلیش بزنه، درسته؟ خب یه گام دیگه میزنه از گام قبلیش کوچیک‌تر. خب حالا یه پول بک دیگه، یه گام دیگه از گام قبلی کوچیک‌تر، یه پول بک دیگه، یه گام دیگه از گام قبلی کوچیک‌تر. یعنی من دارم میبینم که حرکت‌های پرقدرت من که اونا رو به عنوان دیدن پول در بازار میبینم، به دید ورود نقدینگی در بازار میبینم داره کوچیکتر میشه. کوچیکتر شدن حرکت‌های پرقدرت که نقدینگی رو داره در بازار به من نشون میده، چه نگرشی رو به من میده؟ میگه که آقا نقدینگی داره در بازار کم میشه در جهت خرید، چون بزرگای بازار و بازیگرها دارن نقدینگی رو کم میکنن، چون دارن میرسن به یک سطح استاتیک مهم. و اینجا مثل همون مثالی که زدم آقا زلزله میاد ما فرار میکنیم، درسته؟ دارن فرار میکنن به عنوان مثال نسبت به این زنگ خطری که این ناحیه وجود داره. تا در واقع نقدینگی کم میشه میتونیم نگرش بگیریم برای ریورسال. اونا هر کاری دلشون بخواد میتونن انجام بدن. اگر میبینیم نقدینگی داره زیادتر میشه میتونیم نگرش داشته باشیم که این سطح استاتیک ما میتونه شکسته بشه. بحث افزایش قدرت در ضریب چالگی است دیگه. مثلا بازار اینجا یه سطح استاتیک مهم رو داره، اوکی، میاد چیکار میکنه؟ یک حرکت ضعیف سعودی رو انجام میده، یه پولبک میزنه، حرکت سعودی بعدیش از قبلیش قوی تر شد. نگاه کنید، حرکت سعودی بعدی از قبلی قوی تر شد. دوباره یه اصلاح دیگه انجام داد، حرکت سعودی بعدی از قبلی دوباره قوی تر شد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم با پول بک هایی که کلا در این ناحیه ارائه به من میده وارد معامله خریدش بشم. کلا پول بک هایی که در این ناحیه به من ارائه میده وارد معامله خرید داشته باشم و نگرشم برای معامله خرید باشه. زمانی که شما میبینید گام ها دارن قوی تر میشن بهتون پول بک داد، با اون پول بک برید توی معامله. اوکی؟ یعنی دیدگاه داشته باشید که احتمال خیلی زیاد حرکت سودیش قوی انجام میشه. یه نکته وجود داره، اگر دیدی گام ها ضعیفتر دارن میشن، یه سطح استاتیک این ناحیه داری، میبینی در این مسیر گام ها داره ضعیفتر میشه، پول بک بهت ارائه میده، خب بگیر معاملتو ولی زیاد تیپی نده. حالا تیپی قرار دادن تیپی درست و اینا تو جلسه نو یاد میگیرید، ولی میخوام این نگرشو بیارم توی ذهنتون. تیپی تو زیاد بالا قرار نده، اوکی؟ اندازه گام قبلی خودت مثلا میتونی تاریت خودت رو بذاری و در این مسیر توجه کن به اون حرکت بازار که خودش رو رسون این ناحیه و ضریب چالگی ایجاد کرد و حالت خنثی درونش اتفاق افتاد. با این سطح استاپ ها مثلا بتونیم وارد معامله ریورسالش بشیم، وارد معامله فروشش بشیم. این نکته خیلی مهمیه که وجود داره و تماما باید بهش توجه کنید، خیلی خیلی مهمه. خب بریم سراغ در واقع نمادهای معاملاتی دیگه که ببینیم ضریب چالگی درونشون ببینیم و حتی اون بحث دپس پروژکشن رو. توجه کنید به این موضوع دوستان، نگاه کنید من اینجا کامل براتون توضیح بدم. اینجا یه گام دارید، خب یه اصلاح، یه گام دیگه یه اصلاح، به حرکت‌های پرقدرت که در این ناحیه وجود داره میگیم مسافت، خب به این حرکت‌های اصلاحی میگیم عمق، اوکی، به این حرکت‌های اصلاحی میگیم عمق. و اینجا توجه کنید یه نکته رو اینجا میبینید، ما اینجا یه گام قوی رو مارکت ایجاد کرد تا این ناحیه، گام بعدیش از قبلیش چه اتفاقی افتاده؟ قوی تر شده، درسته؟ گام بعدی از قبلی قوی تر شده. حالا که اینجا که من دارم این افزایش قدرت، مثلا کاری به ضریب چالگی ندارم و یه بحث دیگر رو آوردم وسط، این افزایش قدرت رو در یک حرکت صعودی بازار میبینم، چه نگرشی به من ارائه میده؟ دلیل برام بیار. خب دلیل بودن دلیل خیلی مهمه، برای خود دلیل بیار، اوکی؟ و بگو که آقا اینجا وقتی افزایش قدرت رو دارم میبینم نقدینگی در جهت خرید داره زیاد میشه و اینجا یه تصویه انجام شده، مارکت دارای پول بک شده، پول بک ارائه داده، حالا من با این پول بک هم قدم میشم تا یک ترند صعودی قوی دیگر رو به خوبی بتونم بگیرم، اوکی؟ و دقیقا توجه کنید ترند صعودی بعدیش هم از قبلیش قوی تر شده. اینو قشنگ میتونیم از بازار بگیریم و ببینیم. حالا یه نکته دیگه در این مسیر دوباره وجود داره، اینجا که ترند صعودی بعدی از قبلی قوی تر شد، ترند بعدیه چه اتفاقی براش افتاد؟ از قبلی ضعیف تر شد.
اینجا دیگه داره زنگ خطر رو بهت نشون میده. نگاه کن، رفتارشناسی قیمت اینجا دیگه داره زنگ خطر رو بهت نشون میده و دقیقا اینجا نقدینگی کم شده. نقدینگی کم شده و زمانی که میبینی گام ها دارن کوچیک‌تر میشن و نقدینگی کم میشه، احتمال داره یه ترند صعودی دیگه ایجاد بشه، ولی دیگه زیاد نه، اندازه همین گام قبلیش و حتی کوچیک‌تر. اوکی، که دیگه باید زیر نظر داشته باشید که با این سطح استاپ بتونید برای معامله فروشش وارد بشید. اوکی، بتونید برای معامله فروشش وارد بشید. حالا این بین یک نکته مهم وجود داره. یک نکته مهم وجود داره. نکته مهمش چیه؟ نگاه کن، اینجا بحث اصلی ما توجه به همون مسافت ها و حرکت های پرقدرتمون. اوکی، توجه به اون موضوع که ما ببینیم آقا نقدینگی زیادتر داره میشه در مارکت یا داره کمتر میشه و نسبت بهش سریعا بتونیم تصمیم بگیریم در بازار. ولی زمانی که شما اینجا داری توجه میکنی و میبینی که این اصلاح رو داریم، این اصلاح رو داریم، این اصلاح رو داریم، این اصلاح رو داریم، توجه کن به اصلاح آخرت چقدر بزرگتر شده نسبت به اصلاح قبلی. دقیقا این نکته رو به ما ارائه میده که داره نقدینگی بیشتر ایجاد میشه برای معامله فروش، بیشتر ایجاد میشه برای یک قرارداد شورت که بخوام باز کنن و حرکت نزولی قوی رو انجام بدن. اوکی، پس اینو بدون که اگر گام ها داره قوی تر میشه با این پول بک ها به راحتی اینجا راحت میتونی وارد معامله خریدش بشی، بگیری دوباره وارد معامله خریدش بشی. اینجا که میبینی این گام نسبت به گام قبلیش، این گام نسبت به گام قبلیش ضعیف‌تر شده، زنگ خطر رو بهت میده، میگه دیگه برای معامله خرید زیر نظر نداشته باش. اوکی، و دقیقا اینجا یه اصلاح ایجاد میکنه. این اصلاح رو میبینی دیگه کلا برای معامله خرید منصرف میشی، چون میبینی که اصلاح ها قوی تر شدن. اوکی، نگاه کن دپس آخری چقدر قوی تر شده و اینو که میبینی دیگه زیر نظر داره که با این سطح استاپ برای معامله فروش زیر نظر داشته باشی که بتونی وارد معامله فروشش بشی. مسیر سودی، مسیر نزولی تماما به همین صورت انجام میشه و تماما باید بهشون توجه کنیم. فقط نیازمند یه مقدار تمرین شما عزیزان روی چارتی که انجام بدید. خب بحث دپس و پروژکشن رو الان یه توضیح دادم، برم روی تخته سفیدم یه توضیح بدم. نگاه کنید، حرکت های پرقدرت ما زمانی که داره انجام میشه و ما یه اصلاح رو داریم، یه حرکت پرقدرت یعنی یه مسافت یه دپس، یه پروژکشن یه دپس، یه پروژکشن یه دپس و این پروژکشن ها دارن ضعیف‌تر میشن، کاری به ضریب چالگی اصلا نداریم. ما اینجا میگیم که آقا مارکت داره قدرت درش کم میشه و باید زیر نظرش داشته باشیم برای یک معامله ریورسال. اوکی، که حالا با سطح استاپ ها که آشنا بشید با هم مچشون بکنید خیلی راحت مسیرتون پیش بره و نقاط فوق العاده ای رو در بازار میتونید شناسایی بکنید. حالا موضوعی که وجود داره اینه که در واقع من این رفتارشناسی قیمت انجام دادم، کلی با این پول بک ها وارد معامله خرید شدم، تونستم خریدای خودم رو در این مسیر سودی انجام بدم. ولی زمانی که میبینم گام هام داره ضعیف‌تر میشه دیگه با پول بک های آخری که ایجاد میشه وارد معامله خرید نمیشم، چون ریسک معاملاتم رو افزایش میده. اوکی، ریسک معاملاتم رو افزایش میده. ولی زمانی که من اینجا یه گام در واقع ضعیف دارم، یعنی یه گام نسبتا قوی دارم، یه پولبک ایجاد میشه، گام بعدی از قبلی قوی تر میشه، یه پولبک دیگه میده، با این پولبک ها میتونم وارد معامله خرید بشم. مثلا ما توی بحث استراتژیامون، یعنی با اون ساختاری که آشنا بشیم، شما این میشه مثلا معامله سومتون که انجام میدید، کلا این پایین جمع کردید رفتید توی معاملات خرید، اینجا اومدید بیرون تیپی خوردید، دوباره اینجا رفتید توی خرید، دوباره مثلا اینجا تیپی خوردید، دوباره اینجا میرید توی خرید، کلی معامله انجام میدید در این مسیر. صرفا دارم اون دیدگاه رو بهتون میدم. اوکی، که در واقع بدونید که در طبق این عامل باید به ادامه معاملاتمون توجه کنیم که به چه صورته، یا در واقع مثلا توی ادامه معاملات بریم توی معاملات خرید ادامه بدیم با معاملاتمون، یا نه استاپ کنیم وایسیم برای معاملات ریورسالش. این دپس پروژکشن این موضوع رو بهت نشون میده. ضریب چالگی برای حرکت ریورسال یعنی چی؟ یعنی شما یه سطح استاتیک مهم رو دارید، خب مارکت از مثلا سطح استاتیک پایینی یه روند سودی رو انجام داده، در این مسیر نگاه کنید داره ضعیف میشه. اوکی، اینجا که خودشو حوالیه، ملاک بر این نیست که دوستان حتما خودشو برسونه به سطح استاتیک روبروشا. ممکنه که این ناحیه کلا نگاه کنید، ممکنه که این ناحیه کلا ضعیف بشه و اصلا برخورد نکنه به سطح استاتیکمون، حالت خنثی رو بگیره و ریورسال بشه، ولی باید نزدیک باشه به سطح استاتیکتون.
اوکی، باید نزدیک باشه، نه اینکه مثلا اینجا باشه. نیا کنید اگر اینجا ضریب چاله‌ای مثلا اتفاق افتاد، این فیک دوباره میره بالا، این نوای اتفاق میفته و حرکت نزولی خودش رو انجام میده. پس به این موضوع تماما باید توجه بکنید. خب بریم سراغ در واقع ادامه مطالب. من اسلایدها رو بیارم بالا، یه توضیح هم روی اسلایدها داشته باشیم. خب دوستان عزیز، سوالی دارید بپرسید؟ ضخامت سطح استاتیکمون 3-4 اندازه 3 برابر اسپردتون باشه اوکیه. خیر، حتما نباید 3 تا دره بسازه. شما در ضریب چاله‌ای با استاپ معامله‌گرهای مخالف وارد معامله خرید یا فروش میشید، ولی اون حالت خنثی الزامیه. حالا با اون استاپی که آشنا بشید، نقاط ورود رو یاد میگیرید. ما هنوز به نقاط ورود نرسیدیم، یعنی اون نقاط ورود جلسه آینده با استراتژی اسپایک و استال، تی اس تی و گام و پول بک آشنا میشید. بعضی از دیدگاه ها رو میگیریم. حالا LWP برای بالا رفتن اعتبار تحلیلمون جلسه 12 و 13 اصل استراتژیامون اون دو جلسه است که با ساختاراش آشنا میشید و میتونید حالا معاملات خوبی رو در هر شرایطی انجام بدید، یعنی وین ریت معاملات بالایی رو براتون میسازه. به خدا من سوالا رو نمیبینم، یعنی من همینجور سوال ارسال میشه متوجه نمیشم. اگر سوالی ندیدم جواب ندادم دوستان واقعا معذرت میخوام. سوالاتون رو بذارید، آخر کارم میتونید به پشتیبان بگید پاسخ میدن، اصلا توی پیوی برای خودم هم ارسال بکنید، شب چک میکنم حتما پاسختون رو میدم اگر سوالی اینجا پاسخ داده نشد، چون تعداد سوال یه مقدار بالا میره واقعا نمیشه. خب آقای فرازمند گفتن در اکثر اوقات در تایم فریم 4 ساعته در معاملات ریورسال با 2 برخورد به کف میشکنه. اگر مبنا رو 3 یا 4 دره بگیریم، در این صورت خیلی از معاملات رو از دست میدیم. گفتم مبنامون تعداد دره ها اصلا توی بحث ضریب چالگی نیست. اگر تعداد دره ها بالا، اعتبار اون ضریب چالگی بالاتر میره. اوکی، اعتبارش بالاتر میره، ولی مبنای ورودمون این نیست. مبنای ورودمون سطح استاپ معامله‌گرهای مخالفیه که بهمون ارائه بده و اون حالت خنثی که ایجاد بشه. تایم رست هم میریم. من سوالای دوستان رو ببینم، یه تایم رست چند دقیقه‌ای هم با هم میریم و میایم و ادامه مطالب رو با هم پیش میبریم. خب نیا کنید اگر در ضریب چالگی حالت خنثی رو نداشتید، نماد یو اس دی بگین، من همین نماد بیارم که همین اتفاق براش افتاده بود. نماد یو اس دی بگین توجه کنید. توجه کنید دوستان، نماد یو اس دی بگین رو شما اینجا یه گام قبلی رو میبینید، گام بعدی نسبت به قبلی ضعیف‌تر شده، درسته؟ و اینجا دقیقا میبینی که نقدینگی داره از بازار کم میشه. چرا؟ چون داره خودش رو میرسونه نسبت به سطح استاتیک روبروش. دوباره نگاه کنید، پروژکشن بعدی از قبلی خیلی ضعیف‌تر شده. اوکی، و این نقطه عطف کار ماست. دقیقا اینجا هست که شما میبینید نقدینگی در بازار کم میشه، ولی وارد معامله ریورسالش نمیشید. چرا؟ چون باید بذارید ضریب چالگی وارد یک حالت خنثی بشه، یعنی بیاد پایین یه مقدار دیگه بره بالا و این ناحیه که اومد بالا اینجا خنثی شده دیگه، درسته؟ یعنی در این ناحیه اومده پایین رفته بالا، اومده پایین رفته بالا. و حالا با سطح استاپ ها میتونید برای معامله فروش زیر نظرش داشته باشید. باید اون حالت خنثی رو در مارکت ببینید. ضعف رو باید در تایم فریم ترید و تایم فریم ساختار ببینید. اگر در تایم فریم ساختار ببینیم ازش نگرش میگیریم، خب اگر در تایم فریم ترید ببینیم باهاش وارد معامله میشیم. برسیم به بحث استراتژیامون دیگه، نقاط ورود کامل یاد میگیرید. داریم نزدیک میشیم به استراتژیامون، یعنی عجله نکنید، به زودی بهشون میرسیم. جلسه آیندهتون با در واقع بحث بعضی از استراتژی آشنا میشید که حالا اعتبار تحلیل شما رو بالا میبره، بعضیاشون باشون وارد معامله میشیم، ولی استراتژی اصلیمون جلسه 12 و 13 است که کلا اون قاعده اصلی رو برامون میسازه و در هر شرایطی بهتر میتونیم معاملات خوبی رو باز کنیم. تعداد معاملات اصلا ملاک نیستا. آقا یه هفته ممکنه که 2 تا معامله باز کنی، همون 2 تا رو اصولی انجام بدی بری توی سود، همون 2 تا بسته وین ریت معاملاتت بالاست. اوکی، یعنی پرایس اکشن اگر
همین قواعدی که بهتون میگم به تک تک نکاتش توجه کنید، وین ریت بالای 80% رو براتون میسازه. فقط نباید برای ورود به معامله عجله کنید. نگاه کنید آقای فاطمی عزیز و حالا سایر دوستان، اصلا به تعداد قله ها یا دره ها در ضریب چلگی نمیخواد توجه کنید. اوکی، ما ملاک ورودمون به معامله در ضریب چلگی سطح استاپ معامله گرهای مخالفه. فقط شما حالت خنثی رو ببینید اوکی، اصلا نمیخواد به قله‌اش توجه کنید. حالت خنثی رو ببینید اوکی، هر چه تعداد قله بالاتر باشه اعتبار اون ضریب چلگی بیشتر میشه. حالا اصلا ممکنه که 2 تا باشه، ممکنه که 3 تا باشه، ولی معمولا حالت خنثی که ایجاد میشه دیگه حد اکثر 2 تا رو بهمون ارائه میده، ببخشید حداقل 2 تا رو دیگه بهمون ارائه میده، چون باید 2 تا قله یا حالا 2 تا دره به تبع اتفاق بیفته که یک حالت خنثی ایجاد بشه. بله، نحوه گرفتن دیتا از سایت‌های فینوز، متاف دات نت و سایر عوامل رو جلسه 14 که رفع اشکال هست اونجا توضیح میدم. تفاوت شدو فشار خریدار با شدو فعال کردن استاپ معامله‌گرهای مخالف. جلسه 13 تونه کلا بحث استراتژی بیارتی و سطح استاپ‌های معامله‌گرای مخالف که اونجا کامل یاد میگیرید که چه زمانی معمولا بازیگران میان استاپ‌ها رو میزنن، شدو میکنن و میرن و باید چه نگرشی نسبت به این قضیه داشته باشیم. خب دوستان عزیز، بریم یه تایم رست رو داشته باشیم، یه تایم رست چند دقیقه رو داشته باشیم، 15 دقیقه باشه به نظرم بهتره و بعد برگردیم و ادامه مطالب رو با هم پیش ببریم. خستم نباشید. خب من در واقع اینو بیارم روی این گزینه اوکی بشه. خب دوستان عزیز، من ویدیو رو براتون ذخیره کردم، حتما تا امشب براتون توی کانال تلگرام میذارم که ازش استفاده لازم رو ببرید. خسته نباشید، امیدوارم که هر جا هستید موفق و پرسود باشید. میبینمتون چند دقیقه دیگه.